سلام بچه‌ها، خوش اومد به یه ویدیو دیگه. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره که بریم و یکی دیگه از نشانه‌های مهم و عجیب توی گنجیابی رو با هم بررسی کنیم. نمادی که خیلی‌ها ممکنه باهاش برخورده باشن و نمیدونن که دقیق چیه. نماد ما چیزی نیست به جز هلال ماه یا همون قرص کامل ماه که اغلب به صورت هلاله و مقدار کمی به صورت ماه کامل. شاید تصور کنید که همه جا ماه نشانه دفینه است، ولی خب اینطوری هم که میگین نیست و بعضی اوقات به معنای کامل تله هستش و نباید اصلا نزدیک اون شد. حالا تو این ویدیو قراره که با هم بررسی کنیم، ببینیم که چه شکلایی داره، کجا میاد و هر کجا اومد نشانه چی هستش و امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. حتما یادتون نره سابسکرایب کنید و اگه این مدل ویدیوها رو دوست دارید حتما توی کامنت ها بهم بگید که براتون بگیرم. بریم سراغ ویدیو. باید بدونید که ماه فقط یه تصویر نیست و توی ادیان مختلف و توی کشورهای مختلف نماد مختلفی هست، ولی توی ایران باستان نماد ماه نماد آناهیتا یا همون الهه آب بوده، ولی توی دوره اسلامی نماد ایمان و معنویت هست. توی اغلب نشانه ها ماه یعنی نشانه‌ای که دیده نمیشه، یعنی گنج پنهونی که توی اعماق صخره هستش و یه چیزی که کلاً دیده نمیشه. این یه نماد واسه خود ماه که اغلب ازش استفاده میکنن. حالا بیایید یکم دقیق‌تر بررسی کنیم که ببینیم هر نمادی از ماه چه معنی داره و توی کجا میاد که یاد بگیرید و ازش استفاده کنید. خب هلال ماه اگه تو جایی که میبینید رو به بالا باشه، یعنی مثل یه کاسه، یعنی اینطوری باشه، هلالش رو به بالا باشه، این اغلب نشانه خوبیه و نشون میده که دفینه هست. ولی اگه زیرش یه خط باشه، یه خط صاف یا یه دایره باشه، این نشون میده که گنج خیلی سطحیه و کارش هم آسونه و به آسونی میتونید درش بیارید. ولی اما اگه برعکس هلال ماه رو به پایین باشه، این نشونه بدیه. نشونه اینه که گنجینه ما، دفینه ما همراه با یه تله هستش و تلهش هم خیلی خطرناکه. ولی اگه بغل این ماهمون خط صاف باشه، دایره باشه یا نقطه باشه، نشون دهنده تله گازی، چاه عمیق و حتی سنگ‌های گنده متحرکی که باید خیلی خیلی حواستون رو به این قضیه جمع کنید. و اما ماه کامل، وقتی ماه کامل حک شده، احتمالاً زیر اون سنگ یا داخل همون منطقه یه اتاقی که سنگی یا یه دخمه قرار داره. معمولاً دفینه سلطنتی یا مقبره سردار تو این ساختارها پنهون شده. و اما ماه با ستاره، اگه این نماد رو دیدی بدون این نماد خیلی مهمه. معمولا نشون دهنده گنج حکومتیه. اگه ستاره 5 پر باشه یعنی دفینه پادشاهیه. اگه 6 یا 8 پر باشه معمولا دفینه مذهبیه. این ترکیب تو دفینه های قاجار و صفویه زیاد دیده میشه، ولی معمولا توی ستاره های 4 بر یا 6 بر احتمال تله هستش. یعنی اگه بغل ماهتون یه ستاره دیدید که 4 پر داره یا 6 پر داره، بدونید که احتمال اینکه تله توش باشه خیلی زیاده. پس حواستون خواهشاً به این مسئله جمع کنید. محل قرارگیری خود نماد از خود نماد هم واجبتر و مهمتره. پس حواست باشه اگه دیدی نماد ماه همچین جاهایی که الان میگم هست، بدون که گنجینه بالاست و پایین نیستش. اگه نماد ماه روی یه صخره یا روی سنگی باشه که خیلی بزرگه و نمیشه به راحتی جابجاش کرد، نشون دهنده مسیره. اگه بالای یه غار یا یه تنگه‌ای که یه ورودی باریکی داره بالاش ماه باشه، یعنی داخل همونجا یه اتاقکی هست که گنجینه ما اونجا قرار داره. حالا بر اساس این نماد که اونجا هست، اگه بالا باشه میگم اوکی، اگه پایین باشه احتمال تله خیلی زیاده و اگه ستاره و صلیب و این چیزا هم داشته باشه حتما دقت کن. اگه کنار رودخانه و چشمه باشه خیلی خوبه، چون از قدیم مناطق همیشگی بودن که بغل آب و رودخونه باشه. پس این کار یه کار خوبه و دفینش هم خوبه. اگرم روی سنگ قبر باشه، یعنی اموال این طرف که مرده و یه آدم بزرگی بوده بغلش دفن شده و آسان ترین کار برای انجام این کاره. فقط مواظب باشید که تله نداشته باشه. حالا بستگی داره که اون قبر کجا باشه، یعنی یه قبرستون معمولی باشه یا یه جایی توی بر و بیابون باشه. اگه ماه ما هلالش به سمت مشرق باشه، یعنی صبحگاه نور به اونجا میتابه و ورودی کارمون از سمت مشرق. اگه سمت مغرب باشه هلالمون، یعنی اینکه
هنگام غروب نور به اونجا میتابه. این ممکنه نشون دهنده زمان دفینه باشه، یعنی زمانی که طرف رو دفن کردن، یا حتی ممکنه فعال شدن تله ها رو نشون بده، یا اینکه تله ها کدوم بره. کلا این جهت ها باید خیلی مهم باشه براتون. و اما خیلی وقتا ماه به تنهایی نمیاد و با علائم دیگه همراه هست که هر کدوم معنی جداگانه‌ای نسبت به اینا دارن. پس بریم چند تاشو با هم بررسی کنیم. ماه به اضافه خورشید که خیلی خطرناکه، بسیار خطرناکه و نشون دهنده تله هست. سفینه دوراهی یا انتخاب مرگ و زندگی، خیلی مواظب باشید. ماه به اضافه صلیب معمولا دفینه مذهبیه. اگه صلیب کامل باشه احتمالاً نزدیک به یک کلیسا یا یک معبده. ماه به اضافه چشم، یعنی گنجی که داره دیده میشه ولی به راحتی به دست نمیاد. معمولا چاه یا دالان مخفی داره. ماه به اضافه رد پا، یعنی داره مسیر رو بهت نشون میده. دنبال رد پا برو، معمولا 10 تا حد اکثر 30 متر اونورتر دفینه رو حتما میبینی. ماه به اضافه مار، مثل ماه به اضافه خورشید، خیلی خطرناکه و نشون دهنده تله فیزیکی از نوع تله گازی، چاه و دالان و تله های ریزشی مثل سنگ های متحرک و از این جور چیزاست. حتما دقت کنید، اگه این نماد دیدید بدون خطرناکه و خیلی با دقت کارو انجام بدید. و اما چند تا نکته رو میخوام بهتون عرض کنم. این که خیلی شده نماد ماهی که دیدید اصلا هیچ دفینه‌ای نداشته، یعنی دلتون اصلا به این خوش نکنید که هر موقع نماد ماهو دیدید یعنی با یه دفینه کامل طرفید. نه، هلال ماه برعکس معمولا نشونه تله گازیه. اگه با همراه با جمجمه، صلیب معکوس یا استخون هم باشه، تله مرگباری اونجا هستش. بعضی نمادها رو خود قاچاقچی‌ها با مردم برای فریب بقیه ساختن. هیچ وقت بدون دستگاه، دانش و بررسی کامل حفاری نکنید. نماد فقط یه راهنماست، تضمینی در کار نیست. اگه ماهو با یه دایره دیدید، مهم نیست حالا تو پر باشه یا تو خالی، یعنی مقبرتون بسیار نزدیکه و سطحیه و کارش هم راحت شانس آوردید. خب حالا که همه چیو بهتون گفتم، اینو یادتون باشه که نماد ماه وقتی کامله که با همراه با نشونه‌های کامل بیاد، در جای درستی باشه و ترکیبش با نمادهای دیگه خیلی کارو محکم‌تر میکنه و باعث میشه که شما با دقت کارو انجام بدید و این نمادها معمولا بهتر. ولی حتما باید اول با اساس دانشتون و بعد با دستگاه بررسی کنید که در صورت مطمئن شدن حفاری رو شروع کنید. اگه با من تا اینجا بودید دمت گرم، مرسی که نگاه کردید و حالا نوبت شماست که توی کامنت ها بگید که ویدیو چطور بود، دوست داشتید دوست نداشتید، و اینکه اگه دوست داشته باشید یه نماد دیگر رو بررسی کنم حتما توی کامنت ها برام بگید که براتون بگیرم. یادتون نره سابسکرایب کنید. فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ.